سلام دوستان، میخواستم من اکانت هامو بهتون معرفی بکنم. من 3 تا اکانت دارم. از دکمه ورود وارد میشم. این اکانت سوم من هست که کاری باهاش ندارم. خب از اکانت اول من شروع میکنم. این اکانت اولم هست. خب توی اکانت اول من میخوام ببینیم من چقدر سرمایه گذاری داشتم. مجموع سرمایه گذاری من 240,321 AFG هست و اولین سرمایه گذاری من 66 تا بوده که برمیگرده به روزهای اول که من این با مبلغ 303 خرید کردم، یعنی $20 دادم اینو خریدم. فکر کنم 303 بود قیمتش و 44% هم پیشرفت داشته، سود به من داده. سرمایه دوم من 12,000 تا و سرمایه سوم من باز 12 تا، سرمایه چهارم باز 12 تا، سرمایه پنجم 12 تا، سرمایه ششم 14,500، سرمایه هفتم سرمایه گذاری هفت 13,021 و 8 12,170 تا، 9 36,098 تا، 10 50,246 تا AFG. 10 تا سرمایه گذاری من توی اکانت اولم گذاشتم. خب حالا ببینیم چه لول هایی برای من باز شده. لول سطح 1 من باز هست، اینجوری که دارید میبینید. سطح 2 بازه، سطح 3 هم به همین شکل، سطح 4 باز هست، سطح 5 هم باز هست، سطح 6 دیگه به بالا برای من بسته هست. چرا؟ چون من توی این اکانتم فقط 240,000 AFG گذاشتم. اگر که ببرمش رو 480,000 AFG، سطح 6 و 7 من هم باز میشه. الان چون 240,000 تا هستم، سطح 5 برای من بازه. خب الان خارج میشیم، میریم اکانت دومم رو ببینم. دکمه ورود میزنم. این هم اکانت دوم من هست. وارد میشم، سرمایه گذاریمو ببینم. بله، مقدار سرمایه گذاری من 215,583 تا. 215,000 تا 240,000 تا. یه مقداری دیگه من کم دارم که باید اونم بهش اضافه کنم که به 240 تا برسه، که ببینیم چه لول هایی برای من باز شده. ببینید سطح 1 بازه، سطح 2 بازه، سطح 3 باز هست و سطح 4 هم بسته هست. یعنی 1 2 3 بازه، 4 و 5 بسته هست. باید اونو برسونمش رو 240,000 تا که 4 و 5 هم باز بشه. و مقدار سرمایه گذاریم هم که گفتم 215,000 تا 215,000 تا بود. آره، یک بار دیگه ببینیم. 215,583 تا. خب بریم ببینیم اکانت بعدی من. ورود. این هم اکانت بعدی من.
ورود میزنم، سرمایه گذاری. خب مقدار سرمایه گذاری من اینجا مشخصه، 1,364,285 AFG من توی اکانت سومم سرمایه گذاری کردم که فعال هم هستم. و ببینیم چقدر چند لول من باز شده. تو زیر مجموعه ها میریم. خب الان سطح 1 من بازه، سطح 2 بازه، سطح 3 بازه، سطح 4 بازه، 5 6 و همه سطح های من تا 12 باز هست. ببینید من تا سطح 12 هم میتونم سود بگیرم. این سطح 12 من هست که بازه. و چرا؟ چون که سرمایه گذاری من به بالای 1,000,000 AFG رسیده، همینجوری که میبینید. خب اکانت اول من 240,000 تا بود که سطح 1 2 3 4 و 5 من باز بود. و اکانت دوم من چون به 240 تا هنوز نرسیدم، زیر 240 تا هست، 1 2 3 باز بود، 4 و 5 باز نیست. و توی اکانت سوم کلیه 12 سطح من بازه و من از همشون میتونم درآمد کسب بکنم. ممنون که همراهی کردید بودید. تشکر میکنم از همه.